خونگی دسته خوشند است اساس. خلاص شماره مخلصان خیلی زیاد هم هستند امروز در میدان و دسته ها بینی هم بازی رو علاقه آغاز کردند. بازیگران دسته سراوشان ضربه از مسافه دور و توپ در دستی دروازه‌بان. ضربه زمینی جانبی دروازه که او سال 2025 در حیاط تا 17 ساله منتخب کشور بازی میکرد. و دوستان ارجمند اکنون حساب گشوده می شود در دقیقه 32 رقابت. نخستین گل پرواز در لیگ عالی. اول خود فوتبال بازانش ببینید که در لیگ عالی بعد از اولین گلی که آنها زدند عیناً مثل همان گل نخستین جام جهان آن را جشن میگیرند. با زدن گل دست یافت دانیل دوان. ضربه او جانبی دروازه و امکانیت برای فوتبال بازان سراوشان. ضربه نوبتی و گل. حساب خیلی زود برابر کرده می شود. ولی رسیج زدنی ضربه ببینید. اما خود بازی ویران شد یا نه من نمیدونم. داور اشاره میکند که بازی بود و ضربه سخت اجرا. دوان حمله نوبتی دسته پرواز را و ایدو محمدیت پس زمینی به داخل جریمه‌گاه و از پای میافتد بازیگر. داور بسیار نزدیک بود و دید که اونجا خود بازی ویران نشده است. دو فتو خدای دادزاده و شفقت یاتم. حالا حمله نوبتی دسته پرواز دروازه‌بان به پیش آمد. دلشاد ادباєв و این حالت را برطرف کرد. بازی دوام می‌یابد. تو در اختیار بازیگران سراوشان. ضربه زمینی خوفناک و دروازه‌بان. رسول نوبتی به داخل جریمه‌گاه این دفعه اندک بلندتر بود. گرفتن و هجوم آغاز میکنند. آنها بسیار پس عالی امکانیت میتواند پیدا شود در صورت افزایی و از کنار. با یک حرکت فیره میدهد یکی از بازیگران را موقع برای اجرای ضربه. گل عبدالفتاح خدای دادزاده به زدن گل دست می‌یابد. یک گل شدیوری میزند در اولین بازی موسم. در اولین بازی خود در حیاط دسته سراوشان. اول یک دفاعگر را فریب داد. گل افسانوی. رمضان مختلف هستند. حساب جریمه‌گاه امکانیت میتوانست پیدا شود. هنوز ضربه و این پرتاب از به جریمه‌گاه. ضربه و گل. نه قاعده بازی ویران شده است اینجا. دروازه‌بان دسته یا گل است. حالا من نفهمیدم قاعده ویران کنیم. پرواز را میبینیم. پرتاب از بود. با سر ضربه اجرا کردید. اینجا دوستان ارجمند دانیل دوان با دلوار شریف زاده به زدن گل دست یافته است و گل از جانب او بود. راست به جریمه‌گاه دسته سراوشان. دروازه‌بان از پای افتید. ضربه نوبتی بود. سر و توپ از پالوی دروازه گذشت. دسته پرواز اما ضربه که بیرون از جریمه‌گاه زد اندک بلندتر و با همین بازی به پایان میرسد.